ненависти так далеко, лёка, лёка. Ты только мне одна нужна, одна лишь только. خیلی میخواستم نظر شما رو راجع به نواری که انیقترش حدود 2-3 هفته است در سامانه تاپ ویدیو نشر گردیده است و تعداد زیادی مردم هم تماشا کردن. چیزی که در این نوار بیشتر باعث توجه است اونجا دختری به اصطلاح حجاب پوشی است که به طور اروپایی رقص میکنه. خب نظر شما چی است؟ پیش از اونی که درباره این نوار صحبت کنیم باید بگویم که اصلا در عصر 21 صحبت کردن در مورد لباس با گمان من این یک کار عاقلانه نیست، چون که این حال دیگر ملت‌ها در فکر کیهان هستند ولی مردم ما متاسفانه از معلم تا نمیدونم منصبدارها در فکر لباس مردم هستند. اگر حجاب را به خاطر انسان بر کنند حتما اگر از چشم اون انسان دورتر باشند ممکن است که به هر کار دیگر هم دست بزنند، ولی چون این لباس به خاطر خدا پوشیده می شود گمان میکنم در هر جایی که باشند اون نفرانی که این لباس را میپوشند فکر میکنند که خداوند اونها را در هر جایی که باشند میبینند. چون ما در یک جامعه دموکراتیک و آزاد زندگانی داریم، پس باید هیچ نفری از پشت لباس تعقیب نشود، نه نفر کافر خوانده شود از پشت پوشیدن لباس و نه نفر تروریست و افراطی. در مورد این نوار همین قدر گفتنی هستم که در این نوار خوب دیده می شود که اون نفری که رقص میکند یک آستین کرته اون از تور عبارت است. این وابسته به حجاب هم نیست، این وابسته به عفت هر یک دختر تاجیک است که کدام دختر تاجیک فرق ندارد که حجاب دارد ندارد به خودش اجازت میدهد که در چنین یک محفل مثلا چنین یک رقصی پر از فحش را انجام دهد. چیز دیگری که در این نوار شاید اکثریت اون را اهمیت ندادن این فرشی صحنه است. اگر بینندگان خوب به فرش صحنه اهمیت دهند خوب میبینند که در آنجا رنگ‌های بیرقی کدام نفران گذاشته شده است. این تنها یک فرضیه است و این تنها مثلا یک اندیشه من است. نمیدونم تا کجا اون نفری که این وزن را تشکیل کرده است آگاه است که این رنگ‌ها چی را افاده میکنند. به هر حال قضاوت از خود تماشابینان است که تا کجا به چنین نوار باور دارند.